دوستان عزیز سلام علیکم. خوب هستین؟ سلامت هستین؟ خب چیکار که می‌بینین در اینجا در تاجیکستان دستافکه یعنی بین دو روز جمع شده که هر در هفته 3 بار دستافکه روان میکنیم. تاجیکستان پشت هر روزه دستافکه تاجیکستان باشد در هفته 3 روز 3 بار روان میکنیم. مثلا روز سه‌شنبه، پنجشنبه، جمعه. همین خیلی سه‌شنبه، پنجشنبه، جمعه روان میکنیم یا دوشنبه، چهارشنبه، جمعه روان میکنیم. برای که شنبه، یکشنبه کار نمیکنن. خب این نگاه کنید تلفنایی که در بین دو روز جمع شده 5 تا تلفن این شد تا دیگه خیلی این پدرکای اینش باشد مثلا وام پدرکای دادرش خیلی پدرکای کمی عکس پیشنه 100 بوندگی همون خداخوان روان کردیم و این نگاه کنید این باشد همش این نوبتینا دستافکوی ما همش دوشنبه بدست دوشنبه سیام مالیان که سخوات اینش هم باشد دوشنبه میرفت ایش هم باشد دوشنبه دیگریش هم باشد دوشنبه همه اینا دوشنبه روان میکنیم و دوشنبه میرم مثلا تا همون جای گفتشون روان میکنیم خدا خواهد قبول شما میکنه. اگر که شما در دوشنبه نه در وحدت باشین در حصار باشین در ورزاب باشین یا که در طرفای کلوب قرار داشته باشد مثلا آدمای شما تلفن شما میخواین که مثلا با دیگه نوحیه را روان کنین داشه ونج بعد طرفای پامیر خوروخ کجایی که فرق نداره کجایی که باشین تلفن زکاس میکنین بچه‌ها اینجا قبول میکنن افرینات میکنن رنگ نیمی مثلا نیو کنین بیا پیشا بینشون مثال من هست شهری کدام نام پالچاتل نمبر پالچاتل همه چیزا کوریری که در تاجیکستان ما داریم کوریری ما همه چیزا پالچات میکنه دستش بعد پالچات کردگیش خدا خواهد میگیرد با تاکسی همون رایون روان میکنن با رایونی همون زندگی میکردگی شما را تا автовокзали انا همون رایونا میرود میرسد و همون автовокзал چیکار میکنن پالچات میکنن میگیره آدمی شما اگه تو قشلاق تو در خونه را دستافکه کردن نمیتونیم متاسفانه تا همون رایون نمیتونیم که دستافکهش کنیم و مسئله دیگری که هر بار داره که مثلا پیش ما پاتشکای ما جلکه اینا میدونم مرام خب پاتشکای ما میدونم مثلا کسی که مغازین ما میاد تلفن خریدار میکنه نو واسه از اون کدوم نمو تلفن خریدار میکنن همون نمو تلفن دا ما در مغازین پیش شریکچه میدادیم بعد بو اکسیای 100 سر دادیم بعد اکسیای 100 تمام میشن خدا خواهد غالیبوش هم جلکه پدرگوشن گرفتن بعد باشد چیکار کردن با بسیاری پرسیدن که شریکای زرد ابراد نمونه شریک شاکوت نمونه اشتو مثلا همه دا پدرکه بتین و همه دا با اون خلاصه اومدن که همه دا پدرکه بتین در اینجا باشه همه نمودی پدرکایی که مثال بدن پدرکا رو موندگیم ماشینکا ناوشنیک ساعت کالونکا اینجا دا هست اونجا پاور بانک ها هستن همین همون پدرکا رو همشه ابرادن در دفتر نمی شریکا جو کرده و کسی که مغازین و تلفن خریدار میکنه مثلا این آدم در وقتی به عکس زکات کرده تلفن پدرکه ندارد انش روشه که زکات کرده پدرکه دارد برای کی روشه ناو زکات کرده این عکس هم درست سردگی مونه این اینجا روشه هر اینا باشه پدرکه میشه پدرکه میورد میشه پدرکه میورد بعد هر کسی که تلفن میخرد نرخ نوای تلفن باشد همش در تلگرام کانال ریال فون مسکو میشد به مال درمونده ریال فون مسکو نرخ دیده تلفن خریداری کردنتون ممکنه دستافکه با تاجیکستان با روسیه با همه شهر و شهر روان میکنیم اگر مسکو دا باشین مغازین اومدن تو ممکنه یا که دستافکه تو مترو تو کردن ممکنه البته دستافکه безплатно نیست دستافکه платная برای که کوریر همین سوزار плата میگیرد و تاجیکستان نام دستافکه میکنه تاجیکستان دستافکهش 700 روبل بخشید زیاد تاجیکستان دستافکهش 700 روبل و البته دستافکه безплатно نیست دستافکه платная برای که کوریر همین سوزار плата میگیرد و دستافکه داخل مسکو تا مترو تا وقتی مترو روان میکنیم اگر روان کنیم 300 روبل میشود безплатно دستافکه نداره اگر که خودم безплатно نخواهیم میتونیم که مغازین بریم پول دستافکه نمیگیریم و دیگه مسئله باشه مسئله دستافکه اگر با پشت روسیه گویم پشت روسیه هم دستافکه 300 روبل مثلا با سری تلفن 300 روبل دستافکه پول پشت روسیه میسپره ممکن 300 چند روبل میشه 400 چند روبل میشه خیلی 100 روبل 200 روبل هیچ نمیکنه و اگر که تاجیکستان گوین دستافکه کنید تا دوشنبه روان میکنه 700 روبل و ای دوشنبه دالش بردنش خیلی دوشنبه دالش رفتنش با تاکسی روان میکنه اما автовокзал تون میبرن 10 سوم 5 سوم دیگه میگیرن все همین قضیه تلفن تو در خونتان میرود میرسه تلفن ناپاچکه افیشنالی یک سال گارانتی هم دارد نوبت از اون که شما تلفن خریدار میکنید مغازین ریال فون و گفتن نمونه در جای کسی ریال اویا هم هست که ریال اویا شما بلیط رو با نرخ 10 سراس نوشته میتید و حاضر چیزی است که تاجیکستان رفتن ارزان شده است نرخش 13 12 هزار روبل میتونید که به مال تاجیکستان روید میتونید که به مال مراجعه کنید رقمای رقم داده حتما با نرخ دسترس بلیط رو پالچات کردنتون ممکنه خودتون اطلاع کنید خیلی شما بود اومجان و مغازین ریال فون دوستان عزیز هم خیلی چهارم وقتی مترو بوترسکایا میبروید و بعد این چهارم وقت اومدن تو
ҳамин китоб мехӯрен, ростаки торговый центр Зелёний яна инҷода. Ва тарафи торговый центр Зелёний раҳкӣ мешен. ҳамин вақт дохили торговый центр мешен. Ва дохили кишне ростаки магазини Реалфон.